ببین من گی نیستم، ولی $80 $80، اونم تو این وضعیت اقتصادی. ولی خب نینتندو میگه اگه بخوای با شخصیت استریوتایپ ایتالیایی ژاپنیت توی رینبو رود لای بکشی باید $80 بپردازی. شما اینم اولین بازی $80 دنیا. ولی آیا $80 میارزه؟ هم آره هم نه. آره به خاطر اینکه ما هر سال داریم به فیفا و کال آف دیوتی $60 پول میدیم و یه بازی که فقط داره ریبرند میشه رو بازی میکنیم و اصلا چیز جالبی هم نیست، هممون میدونیم. ولی بعد یک دهه داری یه بازی واقعا سرگرم کننده بازی میکنی. پس اگه از این دید بخوایم نگاه کنیم، آره واقعا میارزه. اما اگه بخوایم سیاست‌های ضد مشتری نینتندو رو هم در نظر بگیریم، نه. ولی اونم جای بحث داره. من دقیقاً همون پایینیم. بگذریم. هممون میدونیم نینتندو کمپانی بسیار حریص و پولپرستیه. اگه اسم بچت هم بذاریم ماریو، یهو دیدی ازت شکایت کردن. بعد مردم هم تعجب کردن که با این سیاست‌های کثیفشون چجوری توی ماه 6 میلیون سویچ 2 فروختن. خب فرض کن کنسول قبلیشون 150 میلیون فروش داشته، حالا اینو بیا با ادامه 5مین بازی پرفروش تاریخ بکن. امکان نداره موفق نشه. ولی جدای از اینا، مردم برای 2 چیز به نینتندو برمیگردن: نوستالژی و بازی خوب. اولین ایمپرشن من از ماریو کارت ورلد یه نسیم پاییزی بعد از 3 ماه گرمای آتشین بود. وقتی زیر بار بازی‌های تریپل ای نصفه و ناتموم و بی‌صیقل رنج میبری، بوی خلاقیت این بازی حتی برای چند ثانیه کافیه تا مشامت رو مست کنه. زیبایی مپ، روون بودن جریان بازی و آخ 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 موسیقی بی نهایت قشنگ، خلاقیت میانبرها، همه اینا میتونه چند ساعت پای بازی شما رو بنشونه. البته تو حالت داک، وگرنه تو حالت دستی کلن 2 ساعت این دستگاه دووم نمیاره بیشتر. انیمیشن های بازی فوق‌العاده‌ان. مورد علاقه منم تو همشون وقتیه که واریو با کیکش کوین بلاک رو استفاده میکنه. صحبت از کیک شد، باید بگم لویجی توی این نسخه 15% افزایش سایز کیک داشته. بهتره برسیم به زیبایی‌های دیگه این بازی. گفته بودم چقدر موسیقی فوق‌العاده‌ای داره؟ خودتون بشنوید، من چیزی نمیگم. واقعا کی فکرشو میکرد توی 2025 نینتندو جاز رو زنده نگه داره، با شکوه و فرح بخش. با یه جنبندی کلی میتونم بگم ماریو کارت ورلد یکی از بهترین تجربه های گیمینگ امسالم بوده، پس بالاترین نمره رو میگیره. امتیاز دادن منم توی این کانال از بوسه پوسایدن که بدترینه تا بوسه سرآشپز که میشه بهترین رد بندی میشه. اون وسط هم میشه برای کشتن وقت خوبه یا بازی نکنی باخت دادی. ماریو کارت ورلد بوسه سرآشپز رو میگیره. تا ویدیوی بعدی، ماچ بهتون.